شیخ جاسم جونیور، سالم هارون لقمه و هدی سولاخ در فرار از زندان. بعضی وقتا از خودت میپرسی یعنی اوضاع از این شخمیتر هم میشه؟ بعد زندگی چی برا در میاره بفهمی اونا سوراخ گرمی بوده برا اصل کاری که جا باز کنه. داستان برمیگرده به 6 ماه. الو شیخ جاسم کجایی؟ علیکم السلام. خونه؟ اگر آب دستت بریز لاد از مالی چیزی فقط بیا. خیره؟ بیا یه زمین برات پیدا کردم تا 2 سال دیگه باهاش بارت بستی. باز رو کدوم خدا زده شک کردی سالم؟ به جرأت میتونم بگم حلال ترین و قانونی ترین و تمیز ترین معامله من همین میشه. سالم شرافتن؟ به شرفت. فقط تنگش کن بیا تا کسی رو حوانه زدتش. بیا یه ثانیه دیگه اونجا. یا الله، ولک تو مگر الان خونه نبودی؟ تیول عرض کردی؟ سری بگو ببینم این زمینه کجا، چند متره، سندش چیه، تا 2 سال دیگه چند برابر میشه، آب و برق داره، ارزش داره بگیرمش؟ یواش آروم باش، سکته میکنی ها. 1000 متر زمینه، دیوار کشی شده، همه چیزش هم تکمیله دیگه. ارزم به درز با سعادتت، مال یه بند خداییه ولی چون پول لازمه میخواد ردش میکنه. چقدر؟ مفت. 1 تومن پول یه پرای. کجاست؟ شلنگ آباد. ناموسن؟ مگر میشه؟ کجاشه؟ دقیقاً چسبیده به زندان. اوهو، مسخرمون کردی سالم؟ سگ کنار زندان زمین میخره؟ برادرت دست کم گرفتی؟ تحتوش در آوردم. این زندان تو طرح انتقاله، قراره تا 2 سال دیگه ببرنش بیرون شهر. حالا خود صاحب زمین اینه نمیدونه، وگرنه 100 سال فکر فروش هم نمیزد به سرش. مگر نگفتی حلاله؟ من مفبری نمیکنم. میگم شیخ تو برای چی باشگاه فوتبال زدی؟ چرا نرفتی حوزه علمی یا خوند چی؟ بس کن دیگه، همش داری جا نماز آب میکشی. اگر نمیخوای به کس دیگه زنگ بزنم. والا خیالا بگو بیاد غلامش کنی. رو تخما چشمم. مبارکه. ولی خداییش به سیستم میخوره آخوند چی ها. امروز با نمک شدی سالم، خیارمو میمالم بهتا. آقا سیتابی سلام. سالمم بنگادر، خوبی؟ سرخط خبرها. بامداد امروز یک زندانی خطرناک موفق شد از طریق یک تونل مخفی در نزدیکی زندان شلنگ آباد فرار کند. بر اساس گزارش‌ها این تونل از زیرزمینی متروکه در کنار زندان آغاز شده و مستقیما به بخش داخلی زندان راه داشته است. مقامات اعلام کردند تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی عاملان این حادثه آغاز شده و چند نفر نیز تحت بازجویی قرار گرفتند. پشما، چجوری فرار کرده؟ بابا حلالت. چی؟ تونل تو زمین من بوده؟ این صدا چیه؟ یا صدا الوان. جناب سروان، به پیر به پیغمبر من اینه برای سرمایه گذاری خریدم گذاشتم بمونه. از کی تا حالا برای سرمایه گذاری چسبیده به زندان زمین میخرن؟ حالا دیگه خریدیم، چه میدونستم داخلش تونل هست. اصلا کجا معلوم کار صاحب قبلی نباشه. کارشناسای حفاری میگن 3 ماه تونل حفاری شده، تو 6 ماه پیش اینو خریدی. جناب سروان، به کی قسم بخورم باور کنی؟ قسماتو نگه دار واسه قاضی، سرباز ببرش. من زن دارم، تو در همسایه آبرو دارم. سالم خدا بگم چی کارت کنه، سر تا پات فگراته. آقا قاضی، به شرف من بیگناهم، رحم کنید. دادگاه جاسم را به اتهام مشارکت در طراحی فرار زندانی به 15 سال حبس محکوم می‌کند. ختم دادگاه. چی؟ 15 سال؟ من حتی نمیتونم یه روز جاسمو نبینم. وای به حال 15 سال. گریه نکن قربونت برم، گریه نکن مامان بمیره واسه. مامان، راست جاسم 15 سال حبس خورده؟ جاسم عشقم. چیش نگو، حالش خوب نی. وای خدایا. عاطف خانم دختر گلم، برای چی گریه میکنی؟ از قدیم گفتن سر بیگناه بالای دار میره، پایدار نمیره. جاسم دکتر میشه شما حرف نزنی؟ شرمنده، خیلی وقتی ضرب المثل رو به کار نبردم، یادم رفته بود. واقعا که اینجوری میخواست خواهر منو خوشبخت کنه با کار خلاف؟ خفه شو، بابای من خلاف شنگینش یک بازیه، جوزش خلاف دیگه ای نداره. سلام، خوبین؟ سلام آقا صالح. آقا جاسم رو برد از زندان. اومدم بهتون بگم مقصر من بودم، ولی نگران نباشید. الانم دارم میرم خود ملا میدم. خوبی بدی دیدید حلال کنید. یلا خداحافظ. چی شد؟
سالم سب بده. چی شروور برای خودت میگی؟ دیشب تا حالا از احزاب وجدان خوابم نرفته. برای چی منو لانه داد؟ زمین و من بهش پیشنهاد دادم. برای چی؟ من باید جای اون تو زندان باشم. هم تو اینگاه ماست روه. خود همین نزن کنار رو بچو. میدونم ولی باید یه فکر درست حسابی بکنی. اینجوری که نمیشه کاکو. رفیق قدیمی منو ببخش. کاش خودم خریده بودمش خودم میرفتم تو. آموشایم که یه نکن. خودت ناراحت نکن. اگه شده نجاتش میدی. چجوری؟ مگره که خودمون بریم داخل فرارش بدیم مثل مایکل از کارفیلد. چرا اینجوری نگاه میکنید؟ شوخی کردم. فکر بدی هم نیست ولی چقدر هوا گرمه. آقا راننده جان توی کولر بزن، عرق سوز شدیم. چشم امر دیگه ای. نوشابه میخوری باز کنم؟ ها والا قربون معرفتت، خیلی تشنمه. فقط زرد باشه بی زحمت. به روی چشم رئیس دستور بده تگریشو واسه بیارم. بار اولته؟ چی؟ نوشابه نه، هر روز میخورم. چطور؟ زندان بار اولته میای؟ زندان؟ نه یه چند بار اومدم. به چه جرمی؟ جرم والا دعوا اخاذی یا نمیدونم قتل و اینا خودش. بس خلافت حسابی سنگینه. خیلی. شما خلافت چیه؟ قتل. زنم و خانواده‌شو با هم کشتم. ناموسن؟ سر چی؟ مهریه رو گذاشت اجرا. مهریه‌شو گذاشت. خب نباید میذاش، کار اشتباهی کرد. خدا رحمتش کنه در هر صورت. نگران نباش، انشالله بهترش گیرت میاد. نوشابه میخوری بگم برات بیاره؟ دلم براتون تنگ شده. ما هم همینطور. به دخترمون بگو بابا به زودی برمیگرده خونه. دختر؟ چی میگی جاسم؟ ما که بچه نداریم. راستی همش دور ریز بود، حواسم نبود. صبح که خواب پا میشم فکر میکنم همش کابوس بوده. باورم نمیشه قرار 15 سال توی باشم. عاطفه یه قول بهم بده. چه قولی عزیزم؟ اگر از کسی خوشت اومد بهم بگو، فقط بهم خیانت نکن. دیوونه این چه حرفیه؟ من مطمئنم به زودی بیگناهیت ثابت میشه برمیگردی. اگر نشه چی؟ واسه صبر میکنم عشقم. تو رو خدا فکرای منفی نکن. چه فایده؟ اون موقع دیگه حتی کمرم هم راست نمیشه. وای با حال جای دیگه. اینقدر نفوس بد نزن. همینجوریش حالمون خراب هست. امید داشته باش عشقم. عاطفه جون عاطفه. عشقم روته، دوست دارم. منم دوست دارم عشقم. بجنبین یالا تکون بدین اون باسن پشمالوتونو. اینجا هتل نیست. شما یه مش آشغال بی مصرفین. حالم از قیافاتون به هم میخوره. چه شایی؟ چرا داره توهین میندازه؟ درست صحبت کن. این چه طرز برخورده؟ چی؟ کدومتون بود؟ صدای وزوز شنیدم. یا جلو. آها، بیادبی منو ببخشید که خودمو معرفی نکردم. به من میگن اسقر کاپرفیلد. زندانی‌ها این لقبو بهم دادن چون به تردستیام معروفم. استاد غیب کردن باتومم، مخصوصا از پهنا. الان یا خودتو لو میدی یا این باتومو واسه تک تکتون غیب میکنم. تا 3 میشمرم. 1 2. خوشگل پسر، تو واسه زندان زیادی سفیدی. نزن تو رو خدا نزن. خوب گوشاتونو واکنی. شما جدیدا هنوز جای سفت نشاشیدی. اینجا همون جا سفته است. بشاشی کمونه میکنه تو صورت خوده. پس حواستون رو جمع کنید. یالا راه بیافتید حرومزادا. جاسم جان جاسم، چقدر منو دوست داری؟ اینقدری که حتی یک روز هم نمیتونم نمیبینمت. قول بده هیچ وقت تنهام نذاری. خویل درست بگو. بسد عباس قسم هیچ وقت تحنات نمیذارم عجل. جاسم عشقم یه خبر خوب. خوش خبر باشی. امشب PMS هم تموم میشه. PMS چیه؟ عادت ماهانه. عزیزم سهشو بگیر، لحظه احساسیه. ستامون داره عکا پخش میشه هم. چیز خصوصی نگو. ولك ای همومشه؟ چقدر کثیفه. بکو شامپو با آب خالی. ببخشید مزاحم استحمامتون میشم. مواد شوینده از کجا میتونم تهیه میکنم خودش؟ صابون رو زمینه بردار. صابون؟ دونت که هم خوبه. کاچی بهتر از هیچی. اوی
کدوم بیناموس انگولیم داد؟ یعنی بگیرم چون علی الهواد میکنه. به شرف کی بود؟ لاشی تو بودی؟ تازه باره از قدیم گفتن مالتو صرف بچست همسایت دزد نکن. چی مال؟ من چیزی ندارم. داری خوبشم داری. سعی کن چاشتشی ازش محافظت کنی وگرنه تو هم میشی عروس زندان. عروس؟ این خبرانی من خودم دامادم. اینجا فقط یه داماد داریم بقیه عروسشن. چی داری میگی؟ ای که میگی کیه؟ اسی. بچه ها بهش میگن اسی کننده. تا حالا هیچ کس از زیر دستش در نرفته به جز یه نفر. کی؟ یه تازه وارد. ای بنازمش. الان کجاست؟ اون دنیا. مرده؟ خدا رحمتش کنه. خودکشی کرد. ترجیح داد بمیره ولی دست اسی بهش نخوره. چه مرگ با عزتی. دمش گرم که تن به ذلت نداد. بیفایده بود. اسی به جنازه همونم رحم نکرد. ناموسن؟ یعنی هم سرش رفت هم سولاخش؟ آره پسرم همینطوره. یعنی چی؟ من نمیفهمم. پس چرا کافور نمیریزن تو قضایی؟ اصلا هر عنیه برای خودشه. من خودم اینجا دامادم. در یک زندان دو داماد نمی گنجد. از من به تو نصیحت. چند بار اول درده بعدش میشه لذت. نصیحتتو برای خودت بزن. این دنیا فانیه پسرم. دست خورده یا نخورده خوراک مورچه هاست. شل کن سخت نگیر. حالا نمیخواد عرفانیش کنی برامون. من بده نیستم. هر جور خودت صلاح میدونی. مال خودته. البته فعلا. میگم جسارتا شما هم عروسشی؟ آره بودم دیگه نیستم. چی؟ اینا دیگه کیه؟ اینجا چه جهنم در ریه؟ باید یه فکر اساسی بکنم. 40 سال کشیششو ندادم که یه شب پلمپش باز شه. چجوری 15 سال تحمل کنم؟ ای تازه یه روزشه. خدایا پناه بالاخرم خودتی. وقتی که دل تنگه پایدش چیه آزادی. زندگی زندونه وقتی نباشه شادی. آدم که غمگینه دنیا براش زندونه. ما بین 8 میلیارد باز هم تحنا میمونه. دنیای زندونی دیواره. زندونی از دیوار بیزاره. چرا ایش صف تکون نمیخوره؟ آیلا تمامش کن ما هم تلفن داریم ها. این همینجوریه کار هر روزشه. مگه شهر حرته؟ آره تو موهات بلند 50 نفر منتظره مگه صفو نمیبینی؟ شب کلنگ گیلاس داره ترانه میخونه. چی کار داری با منه گیر باز؟ مگر با تو نیستم. داداش مگه نمیبینی وسط ضبطه؟ برو پی کاره. چی؟ ولک تتلو دارم خواب میبینم. الو خوب گوشاتو وا کن یه نگاه به ربلنا کن حرفمو میزنم بعدشم. امیر جان ببخشید یه لحظه. جونم داداش تو منو سایدی. با اجازت من خودم تتلیتی ام ولی فکر نمیکنی اینجوری داری حق بقیه رو خایمال میکنی؟ 10 دقیقه اینجا منتظریم ها. واقعا 10 دقیقه شد؟ بله. خب بگه برم یه ساعت هم بشه باید منتظر بمونید. اینجا استودیوی منه. وقتتون تمومه بری تو حیاط. بفرما همین خواستی؟ داداش بکش بیرون از من. سلام خوبی عشقم؟ و علیکم السلام. بفرما. دیدم تنهایی گفتم شاید نیاز به یه دوست داری. نه نمیخوام دزت در نکن. پشیمون میشی عشقم. ببن عموس رابطه مع عشقتو نیستم. یلا بکن خودت. وا چه خشن. اتفاقا خشن دوست دارم جون. میگم من دوست نمیخوام میفهمی؟ واسه چی؟ خب عشقم خوش میگذره ها. تحنایی راحت ترم درون گرام. جون درونمو بگرا. یا برو اعصابم خراب جوری میزنمت عدهن برینی با کالیب صحبت کنی ها. بیا برو. واقعا که بی لیاقت. این حشر چیه لامصب چی کار میکنه با آدم؟ لعنت بهش. سلام شیخ. چی؟ سالم تو نی؟ خلاصه خودمون شرک جور معرفی کردیم که بیایم پیشت. شما بیخود کردین. بابا بگیر بشین شیخ لومون میدی ها. اومدیم فراریت بدیم. چی سوس شر میگی سالم بچه شدی؟ مگر ما چیمون عیار داخل شو آشن کمتره؟ ندیدی آخرش علوله فرار کرد؟ او هیکلش 1/5 من تو بود. ما خیلی هنر کنیم عدر اتاق رد بشیم. چی میگی؟ او بچه خوشگل داخل فرار از زندان چی؟ از اونم کمتریم؟ اونم رو بدنش نقشه زندان خالکوبی کرده بود. فکر کردی رفیقت کم علکیه ها؟ به من میگن سالم عسکر فیل. ولک نقشه فرار؟ سلام بابای چطوری خوبی؟ گلم باید جنگ شده بود. عبود بابا سشو بگیرید نباید کسی بفهمه با همیم. بدی کجان؟ پدی آخه همومه گفت تو بیا من میام. مگر نگفتم با هم بیاین تا کارا رو هماهنگ کنیم؟ یکی از زندانیا بهش گفت بیا پشت من لیف بکش اونم رفت. آی
سلام جاسم، خوبی؟ ها پدی چرا عجوری راه میری؟ چیزه تو هموم لیز خوردم و یه وقت نداریم، بیان جلو. نقشه از یه قراره که خدا رو شکر همونه که میخواستم شد. سلولم افتاد طبقه بالا. طبق نقشه دقیقا زیر سلولم کانال کولر هست. باید تا یک ماه دیگه حفاری